سلام مهندس، خسته نباشید. سلام خسته نباشید. آقای مهندس، چند نفر از بچه‌های داخل کانال ازم پرسیده بودند که چرا تا الان چند تا مدل لنت عوض کردن برای خودروشون ولی متاسفانه صدا میده. میشه یه لطف کنی براشون توضیح بدید که مشکلشون برطرف شه؟ ببین، مشکل 70% کسایی که این مشکل رو دارن یه دلیل بیشتر نداره. یه لطفی بکنن مراکز تخصصی لنت ترمز، جایی که کارهای تخصصی لنت ترمز رو انجام میدن، حتما تشریف ببرن اونجا. قبل از اینکه بخوان لنت ترمزشون رو عوض کنن، حتما دیسک چرخشون رو چک کنن، کالیپرشون رو چک کنن، لوازم ترمزشون رو چک کنن. این سیستم ترمزگیری اول باید دقیق کار کنه که بتونه لنت ترمز کار خودش رو انجام بده. اگه این کار رو انجام ندن، به قول معروف مشکل براشون ایجاد میشه. درسته. ما الان یه طوری شده که دیگه زندگی انسان ها دست همین لنت ترمزه. یعنی اهمیت نمیدن. کسایی هستن خدایی نکرده میرن تو جاده، تو دل جاده میرن، لوازم ترمزشون کار نمیکنه دیگه. این نیست که دیسک چرخت هم سالم باشه ترمز نمیگیره. انشالله برای سیستم ترمزگیریشون هر 6 ماه یه بار هم که شده مراکز تخصصی لنت ترمز حتما باید تشریف ببرن. بله، ممنون آقای مهندس. تشکر. خواهش می‌کنم.